بسم الله الرحمن الرحیم. بچه این کار برای کی فرستادم؟ میخوایم حلش کنیم. ببینید گفته با توجه به شکل ها نسبت ها رو بنویسید. همین دوتا مثلثه بود. الف گفته نسبت ضلع بزرگ مثلث یک به ضلع کوچک مثلث دو. نسبت دیگه دوباره نسبت ضلع بزرگ مثلث یک به، وقتی میگه به یعنی خط کسری، به ضلع کوچک. ضلع بزرگ نگاه، مثلث یک ضلع بزرگش چنده؟ 12. 12 به ضلع کوچک مثلث دو 8. میتونی تشخیص بدی دیگه. نگاه 8 بعد 8 12 بزرگه، بعد 12 15. کوچکترین اینم 9، بعدش 10، بعد 12. پس 12 8. میتونم بگم آقا ساده کنم دیگه. تقسیم بر 4 میشه 2، تقسیم بر 4 میشه 3. بیا رو ببین محیطو خواسته. خب من اول محیط ها رو اینجا اومدم به دست آوردم. شاید بعضیا این محیط های کم ایراد داشته باشن. این دقیقا نمونه همون سوال فکر کنم 7 باشه. سوال 7 یا 6 7 بود فکر کنم، صفحه 55 یک شنبه ما حل کردیم. اونه، مثل همونه دقیقا. محیط مثلث یک. آقا من گفتم محیط بچه یعنی چی؟ ما میگیم محیط یعنی دور. درست؟ دور یعنی دور، اطراف، پیرامون. مثلا شما فرض کن دریاچه چیتگر رفتی، دریاچه چیتگر که میری دیدی دور دریاچه قدم میزنی راه میری، در واقع داری محیط دریاچه رو میری. محیط یعنی همون دور، اطراف دریاچه رو داری قدم میزنی، اطراف، پیرامون. این فرض کن همون یه چیز دریاچه است. شما از اینجا میای شروع میکنی به قدم زدن، از اینجا میری، بعد دوباره میای میرسی به همینجا. فرض کن یه چیز دریاچه ماننده، دورش رو رفتی، کاری با داخل نداری، مساحت نیست، دور. دور یعنی همین محیط. خطا رو میبینی یعنی همین ضلع. خب محیط یک نگاه یه دونه 9 از اینجا تا اینجا، بعد اینجا تا 12، اینجا تا اینجا 12، اینجا تا اینجا 10، اینجا تا اینجا 12. جمعشون میشه 31. محیط مثلث دو. فرض کن اینجا دریاچه است، اینجا میای قدم میزنی، اینجا میای میرسی به همینجا. اینجا تا اینجا 8 متر مثلا، اینجا تا اینجا 15 متر، اینجا تا اینجا 12. درست؟ حالا کاری با واحدش نداریم، متر، سانتی متر، هر چی. جمعشون میکنی 35 میشه. درست؟ حالا گفته به نسبت محیط مثلث دو به ضلع کوچک مثلث یک. آقا محیط مثلث دو اینش 35، 35 به ضلع کوچک مثلث یک 9. 35 به 9. ببینی؟ حالا جیم میگه نسبت محیط مثلث یک به ضلع کوچک مثلث یک. محیط مثلث یک ایناش 31، ضلع کوچک مثلث یکی هم 9، 31 نهم. ساده نمیشن ها، برای همین اینجوری نوشتم دیگه. این الان مساوی رو پاک میکنیم. بعدی نسبت محیط مثلث یک به ضلع. ببین اینو عمدن نوشتم، این اینجا اشتباه تایپی بوده، بعضی شاید گیج بشن. این ضلع اشتباه تایپی اضافه است. نسبت محیط مثلث یک به محیط مثلث دو. آقا محیط مثلث یک اینا 31، محیط مثلث دو هم 35. 31 35 دیدی؟ خیلی راحت، چیزی نداشت. سوال دو. حالا سوال دو میگه جای خالی رو کامل کنید. قسمت حل رو ببینید 3/4 داده مساویه با 9. اینجا جای خالی بود مساوی بود اینجا 16 جای خالی. آقا من اول میگم 3 ضرب در چند شده 9. 3 برابر شده یعنی چی؟ یعنی ضرب در 3 شده 9. اینم پس باید 3 برابر بشه. میبینی 4 3 تا 12 تا. برای همینجور فلش کشیدم راحت تر یاد بگیری. حالا اینجا ببین 4 چند برابر شده 16. 4 4 تا. پس این 3 هم باید 4 برابر بشه. 3 4 تا 12 تا. وقتی صورت ضرب در یه عدد میشه مخرج هم همونه. حالا اینجا مخرج اینجا ضرب در 4 شده، اینجا هم ضرب در 4 میشه، اینجا ضرب در 3 شده، ضرب در 3 میشه. این پایینی رو ببین 5. 5 ضرب در چند شده 15. 3 برابر شده. 5 3 تا 15 تا. پس این 3 هم باید 3 برابر بشه. 3 3 تا 9 تا. میبینی؟ حالا این قسمت بعضیا ممکنه اینجوری یه ذره توام گیج بشن. اینجوری بنویس ولی گیج نمیشی. حالا این قسمت تموم شد. حالا میایم سراغ این. فرض کنید دوتا مثلا نسبتا 5 سوم با 50. این قسمت رو میخوایم. آقا 5 ضرب در چند شده 50. 10. میبینی 5 ضرب در 10 شده. پس این سه هم باید اینجا ضرب در 10 بشه. 3 10 تا 30 تا. درست؟
میتونی اول بیا اینجوری هم بنویسی ها، اگه یه ذره گیج میشه بنویسی 5/3 مساویه با 15 این قسمت مثلا. خب این ضرب در 3 شده، اینم ضرب در 3 میشه 9. بعد دوباره بیا بنویسی 5/3 مساویه با 50 جای خالی. 5 ضرب در 10 شده، 3 ضرب در 10 شده میشه 30. میبینی؟ حالا یه ذره بدخط شد چون یعنی عملا من اینو اومدم بازش کردم. اول 5/3 نوشتم مساوی با 15 9 این 9 به دست اومد. بعد اومدم 5/3 مساوی با دوباره 50 نوشتم این. یا حتی میتونستی بنویسی 15. البته نه اونجوری چون دوتا مجهوله نمیشه همین. میبینی؟ میتونی بازش هم کنی. ولی خب چند تا حل کنی حرفه‌ای میشه. لزومی دیگه نداره اینجوری باز کنی. بعدی 2. آقا 2 ضرب در چند شده؟ شده 6. ضرب در 3 شده. اینجا هم ما 7 رو نداریم. نگاه 7 نیست. یه عددی باید بذاری که ضرب در 3 بشه 21. 7 3 7 تا 21. میبینی؟ یه عددی من اینجا باید بذارم که ضرب در 3 بشه 21. 3 7 تا 7 میشه. اینجا رو ببین 2 ضرب در چند شده 10. 2 5 تا 7 هم که اینجا به دست آوردیم 7 ضرب در 5 میشه 35. یا یه جور دیگه هم میشد رفت. آقا بیام بگم این 6 تقسیم بر 3 شده 2. اینم تقسیم بر 3 باید بشه. پس 3 7 تا 21. میبینی تقسیم بر 3 میشه 7. پس به دست اومد 7. بقیش هم که اینجا میگیم بازم گفتم میتونی مثل این گسترده کنی. بنویسی 2 مساویه با جای خالی برابر با 6 21. بعد این 7 که به دست اومد 2 7 میتونیم بنویسی 2 7 مساویه با 10 جای خالی 35. اینجوری منظورم ها. ببین حالا من مجبورم بنویسم تا یکم 2 مساویه با 6 31 که اینجا به دست آوردیم. میگیم این ضرب در 3 شده یا اینکه این تقسیم بر 3 شده 2. اینم تقسیم بر 3 میشه 7. 2 هفتم درست. بعد میام این 2 هفتم رو مینویسم مساویه با 10 که این شده 5 اینم شده 5 میشه 35. میبینی؟ فهمیدی چی شد؟ گسترده نویسی کردم دیگه. ببخشید ذره توامه. آخری 120 مساویه با 5. آقا 100 تقسیم بر 20. 100 تقسیم بر 20 میشه 5. قبول داری؟ نگاه 100 تقسیم بر 20. گفتم این صفر با این صفر میره میمونه 10 تقسیم بر 2 که میشه 5. پس 100 تقسیم بر 20 میشه 5. برای همین میگم نگاه 100 تقسیم بر 20 میشه 5. 20 هم تقسیم بر 20 میشه 1. حالا اینجا میتونم اصلا بیام بگم آقا این ضرب در 5 شده 25 تا شده 100. پس اینجا یه عدد باید بذارم که ضرب در 5 بشه 20 4 5 تا. یا اینکه اگه اینجوری برات سخته همینجوری که رفتم دوباره برو. گفتیم همونطور که گفتیم 100 تقسیم بر 20 شده 5. 20 هم تقسیم بر 20 میشه 1. خب حالا اینجا 120 رو با این در نظر میگیرم چون اینجا مجهوله. آقا این دفعه 100 تقسیم بر چند شده 20 تقسیم بر 5 شده. 100 رو تقسیم بر 5 کنی میشه 20. پس اینجا هم 20 تقسیم بر 5 میشه. 20 تقسیم بر 5 میشه 4. ببینی راحته. اگه واقعا اینا رو ضعف داری اینقدر تمرین کن. بازم اگه ضعف داشتی حضوری بازم بپرس.